مسئله دیگری که اینجا پیدا شده بود یک مرتبه دیگر پیشتر گفته بودم، آیا امتحان کردن مردم به عقیدهش درست است یا نیست؟ بله، امتحان کردن مردم برای عقیدهش درست است. یا دیگر خیلی بگیم، برای مردم ما این خیلی جواب دادن درست نیست. برای مردم ما که خیلی باید به علم چسبند، از علم دور هستند، جواب این است که این مسئله تفصیل دارد. اگر یک منطقه باشد همه مسلمان باشد، همه اهل سنت باشد، یک جایی که کشوری مسلمانی باشد، در اینجا امتحان کردن درست نیست. همه اهل سنت است، تو چرا امتحان میکنی؟ تو فتنه‌گر هستی. این کارت بدعت است. زیرا که همه مسلمان است، همه عقیده است، همه یک دسته است، همه در منهج قرآن و سنت است. تو چرا همه را این خیل امتحان میکنی؟ پس تو فتنه‌گری، فتان مبتدی هستی. اما وقتی که یک کشوری نیست، یک تنظیمی نیست، وقتی که بدعت به مانند هوا منتشر شده است، فرقه ها خیلی زیاد است، اهل سنت غریب است، تو کم است، یافته نمی شود و بسیار حالت می شود که تو یک کس را اهل سنت میگویی میبینی که در آخر یک مشرک است. در این حالت امتحان کردن این منهج سلف صالح است. چهله که سلف صالح در اول، اما وقتی که قدری به وجود آمد، خوارج به وجود آمد، رافضه به وجود آمد، جهمی به وجود آمد، کلابی به وجود آمد، معتزله به وجود آمد، مرجئه به وجود آمد، کلام به وجود آمد، امتحان را شروع کرد. امام بخاری، پیش از امام بخاری استادشون احمد بن حنبل، یحیی بن معین و غیره میگفتند که پیش از این که یک کسی رو گوش بکنی و حدیث از او روایت بکنی یا از او دین بگیری، حتما یا به او دوستی بکنی، حتما از اعتقادش پرسان شو که چی عقیده دارد. بخصوص در زمان خلق قرآن، مسئله خلق قرآن سوال که میفتن که قرآن کلام الله میگه یا که مخلوق میگه، چی میگه؟ اول همین پرس که عقیدش چی است، بعد از این بعد از این روایت که میفتن. یعنی آدم نامعلومه معلوم میکنید، اما آدم معلومه امتحان نمیکنید. گپم اینجاست، آدم هایی که معلوم هستند اینا امتحان کردن و سنجیدن و گفتن این درست نیست، بدعت است. اما آدمی که نامعلوم است، از او میخواهی که دین بگیری، به او میخواهی که دوستی کنی، برادر بکنی، منهج سلف صالح است. اما کدوم یک طالب علم به نام فلان و فلان برآمده است گفته است که بجز در دو حالت امتحان کردن درست نیست، یک حالتش محارب هایی که نو مسلمان شدند و آمدند و یک حالتش جاریه، یک غلام پیش از آزاد کردن اول امتحان کنید، گفته دو مسئله گفته است. این سخن اشعری است. این سخن حسن ددو میگه، ددویی که در موريتانیا است، شاگرد قرضاوی و غیره و غیره. اخیرش اصلا ما قبول نداریم، اشعری برادری ما است میگه. همه طالب علمی که نقل میکنه شاگردی هم خیلی من دوست می‌دارد. برای همین چیزا را خوب دقت بدید. بارک الله فیکم. الله همیشه شما را حفظ بکند. من بعد از این از شما معذرت خواهی میکنم و